لورتا زنی 45 ساله و وکیل با مردی به نام دارن ازدواج کرده که یه پسر 16 ساله داره، ولی از ازدواجش راضی نیست چون دارن هر شب زود میخوابه. امروز لورتا هر دو تا دخترشو برای چند روز پیش خواهرش کلی گذاشته. پس از اون برای خرید به سوپرمارکت میره، اما وقتی با کلی به خونه برمیگرده میبینه که وسایل خونه به هم ریخته. نمیفهمه که آیا ازشون دزدی شده یا اتفاق دیگه ای افتاده. بعد از این ماجرا به محل کارش میره، اما از که به خونه برمیگرده گردنبند گم شدهشو میان لباسهای هندریک داخل همون پیدا میکنه. لورتا تا اون لحظه نتونسته بود گردنبندشو پیدا کنه، فکر میکرده دزدیده شده. اما حالا لورتا میره پیش هندریک و ازش میپرسه چطور گردنبندش میان لباسهای افتاده بود. با شنیدن این حرف هندریک اعتراف میکنه که پولی تو جیبی کمی دریافت میکنه، به خاطر همین دست به دزدی در خونه زده. لورتا بهش میگه اگه پول نیاز داره میتونست مستقیم ازش درخواست کنه و به هندریک هشدار میده که دیگه این کارو تکرار نکنه و هندریک هم قبول میکنه. حالا کم کم هندریک به لورتا علاقه‌مند میشه، در حالی که قبلا به خاطر ازدواج با پدرش ازش متنفر بود. روز بعد چند تا از دوستان دارن به خونه‌اش میان، اما لورتا از این جمع خسته میشه، اما بعد متوجه میشه که هندریک در حال خارج شدن از خونه است. بنابراین تصمیم میگیره باهاش همراه بشه. هر دو تاشون میرن بار، مینوشن و خوش میگذرونن. بعد از این ماجرا وقتی شب هندریک در اتاقش بود مشغول تماشای فیلم‌های عاشقانه بود. لورتا هم که نمیتونست بخوابه میاد پیش هندریک، اما حتی با حضور لورتا هندریک فیلم رو متوقف نمیکنه. وقتی لورتا چنین فیلمی رو میبینه احساساتش تحریک میشه، شروع به عشق بازی میکنن. بعد از اتمام این اتفاق لورتا به هندریک میگه که همه چیزو باز فراموش کنه، اما هندریک پاسخ میده که هیچ کس از این رابطه باخبر نخواهد شد. بعد از این رابطه پنهانی این دو نفر آغاز میشه. اونا در خفا نهایت لذت رو میبرن و به عشق بازیشون ادامه میدن. چند روز بعد در خونهشون یک مهمونی کوچیک برگزار میشه و در همین حال لورتا برای خرید برخی وسایل بیرون میره. هندریک پیشش میاد و با در آغوش گرفتن شروع به عشق بازی میکنه، اما ناگهان کلی سر میریسه و هر دوتاشون رو در این حال میبینه. با دیدن این صحنه کلی هم متوجه میشه که این دوتا با هم رابطه پنهانی دارن. کلی از این موضوع عصبانی میشه و محل رو ترک میکنه، اما این موضوع رو با کسی در میون نمیذاره. پس از پایان مهمانی لورتا هندریک رو به تنهایی صدا میزنه و بهش میگه که از این به بعد باید از هم فاصله بگیرن چون این کار اشتباهه. اما هندریک حاضر به پذیرش این موضوع نیست و بهش میگه اگه سعی کنه دور بشه باید تاوانش رو پس بده. بعد از این ماجرا عصر همون روز دارن به لورتا میگه که هندریک ادعا کرده که لورتا سعی داشته هندریک رو فریب بده. لورتا با شنیدن این حرف شوکه میشه، شروع میکنه به توضیح که هندریک دروغ میگه چون میخواد اونا از همدیگه دور بشن تا پدرش یعنی دارن برگرده سمت مادر هندریک. دارن حرف لورتا رو باور میکنه و هندریک رو صدا میزنه و ازش میخواد تا از لورتا عذرخواهی کنه، اما هندریک حاضر به عذرخواهی نیست. بنابراین دارن اونو به این مدرسه شبانه روزی میفرسته. هندریک به شدت عصبانی میشه که پدرش حرف اون رو باور نمیکنه. چند روز بعد وقتی لورتا به دیدن هندریک میره، هندریک بهش میگه که میخواد برای آخرین بار باش عشق بازی کنه، اما لورتا شک میکنه که شاید هندریک میخواد با این کار مدرک جمع آوری کنه، بنابراین درخواستش رو رد میکنه. اما حالا هندریک نزد یه وکیل میره. وکیل با لورتا تماس میگیره و توضیح میده که اگه هندریک به دلیل فریب دادن او شکایتش بکنه، آبروی لورتا میره و به دلیل رابطه با پسر زیر سن قانونی مجازات میشه. پس از این ماجرا وقتی شب در حال خواب بود، هندریک به اتاقش میاد و صداش میزنه. لورتا میره پیشش و برای آخرین بار با هم رابطه عاشقانه برقرار میکنن. پس از این اتفاق هندریک به مدرسه شبانه روزی میره و اونجا افسرده میشه، اما لورتا دوباره زندگی عادی خودش رو از سر میگیره و حالا با دختراشو دارن خوشحاله. دوستان عزیز، در زندگی گاهی انسان مرتکب اشتباهاتی میشه، اما باید تلاش کنه که اونا رو جبران کنه.